خب دوستان همگی ما در جریان هستیم درباره دخترک خردسال 13 ساله به نام نوریه که بعد از فوت پدرش با نقش پسر با لباس بچگانه پوشیده به رستوران کار میکنه و متاسفانه از طرف لو میره و دولت طالبای کثیف لعنتی دختر بندی میکنن. واقعا خبر غم انگیزی هست ای که چرا یک انسان حق از این نداره که به نقش چیزی که هست، یعنی دختری که هست بره کار کنه، ولی در حالی که او سن سالی هم نداره و تلاش میکنه که به خاطر آوردن یک لقمه نان همو جنسیت ظاهری خود تغییر بده، باز هم گرفتار میشه و چنان در بازرسی از دختر سوال و جواب میشه که گویا مجرم است، گویا کدام خلاف یا جاسوس یا کار بسیار جرم بسیار بزرگ را انجام داده. ما از شما مردم میخوایم در قدم اول به هم استاد شویم، صدای دختر بچه شویم، صدای نوریه شویم که هر چه زودتر آزاد شود. و از تمام مردم عزیز ما خواهش میکنم هر کسی که توان داره، هر کسی که امکانات مالی داره به این دخترک و خانوادهش کمک بکنن تا حداقل بتونن یک کارباری را از خانه شروع کنن که همون مقدار نان و روزی که لازم دارن بتونن دریافت کنن با زحمت و کار خودشون از درون خانه. و مهمتر از او استاد چایان صدای نوریه یا همون نقش پسری که داره نور شویم تا از زندان طالبان آزاد شود. واقعا غم انگیز است در یک مملکتی که یک انسان حق نداره که زندگی کنه، یک انسان حق نداره که نان در بیاره، یک انسان حق نداره که برای خوب زیستن بتونه به زندگی خود ادامه بده. امیدوارم که همگی با هم یک جایی باشیم و صدای دختر بچه شویم. به نام آزادی، به نام از بین رفتن دولت که فعلا هست دولت طالبان.